درود وقت همه دوستان خوش آمدین به پنجمین جلسه ای از درس گفتارهای تاریخ خرد در جهان غرب. در جلسه امروز ما و شما اول در مورد منطق ارسطو صحبت میکنیم و بعد از اون میریم سر یک مکتب مهمی یونانی به نام اپیکوریان یا انگلیسی میگیم اپیکورینیسم. خب ما و شما دیروز در مورد خود ارسطو صحبت کردیم، زندگی نامش بحث کردیم، در بخش فیزیک چه کارا کرده صحبت کردیم، در بخش تقسیم علوم نظرت داشت، علوم چه رقم تقسیم کرده بود بحث کردیم، تفاوت‌هایش با افلاطون در مورد بحث قرار دادیم، فرم ارسطویی را با فرم افلاطونی تفاوتش درک کردیم. مسائل بود ما دیروز خواندیم. چند مسئله از اون مانده که یک مسئله شما در بخش دولت بحث خواهد کنیم، در بخش اخلاق، یک مسئله امروز میمانه منطق بحث میکنیم. چند مسئله دیگه هم از ارسطو هست بسیار مهم است ولی متاسفانه چون دیگه وقت نیست مجبور هستیم بگذاریم، وگرنه بالاخص در بخش انسان نظری داره مهم هست، در بخش ادبیات هم نظرات بسیار خوبی داره ولی خب مجبور هستیم فعلا از اونا صرف نظر کنیم. بخیر که فرصتش هست تا بتونیم اونا رو هم بحث کنیم. پس میم در مورد منطق ارسطویی صحبت میکنیم، لوجیک. خب منطق ارسطویی در حقیقت منطقی نیست که ما امروز به او سر کار داریم. منطق امروزی بسیار تکامل یافته هست، بسیار سرش کار شده، بالاخص در جهان اسلام اشخاصی چون فارابی و خاصتا ابن سینا بسیار کار کرده سر از مسئله. از خود ارسطو اگر بخوایم بسیار دقیق بگیم در حقیقت سیلوجیلیسم است، یعنی قیاس. تمرکز اصلی خود ارسطو در بخش منطق سر قیاس بوده، هرچند بحث‌های دیگه هم زیاد هم داره ولی محوریتش همو سیلوجیلیسم است. خب بحث‌های منطقی ارسطو در کجا پیدا میشن؟ چندین رساله هست، چندین بخش هست ولی اینا تمامش امو اندرونیکس در یک جمعی کرده که او در انگلیسی در یونانیش ماندن ارغنون که ما او را فعلا هم دمون نام ترجمهش میکنیم ارغنون. درست، ارغنون معنیش هست یک ابزار، یک وسیله. به مخاطر وقتی منطق میگن منطق یک وسیله است، یک ابزار است برای سنجش عقل. درست است، برای سنجش فکر، شیوه فکر کردن که ما چطور فکر میکنیم. پس یک وسیله است و این از همون نام کتابش آمده که ارغنون باشد در حقیقت. خب فراموش ما نشوه که دلیلی که ارسطو منطق جور کرد برمیگرده به بحرانی که ما و شما قبلا بحث کردیم، بحران سوفسطائیان. افلاطون آمد نظریه فرم طرح کرد، از طریق فرم خواست که این بحران را حل کنه ولی دیروز خواندیم که جناب ارسطو با اون نظر چندان موافق نبود. آمد گفت به جای که مشکل حل کنه مشکل گرفت چندان کرد. یک مشکل ما اینجا داشتیم گرفت یک فرم دیگه هم جور کرد، اونم نمیفهمیم میرم نمیفهم، یک مشکل ضرب دو کرده خلاص. خب پس سوالی شد که راه حل خود جناب ارسطو چیه؟ چطوری بحران سوفسطائیان را حل کنیم؟ جواب جناب ارسطو جواب اصلی چیه؟ دمی منطقش آمده. پس در حقیقت منطق یک واکنشی هست، یک راه حلی هست برای او بحرانی که سوفسطائیان با او بحران دامن زدن. میخواد با ما کمک کنه که ما چطور میتونیم واقعا یک چیز درک کنیم، چطور میتونیم با هم دیگه گپ بزنیم، چطور میتونیم یک معیار تعیین کنیم. خب بیاییم یک قضیه ساده را در نظر میگیریم از ارسطویی. مثلا ما قضیه داریم، یک بخشش است، یک مقدمه‌ش، ماینرش که ما در فارسی میگیم امو صغرایش دیگه. درست است، ما صغرا میچینیم کبرا بعد به نتیجه میرسیم دیگه. در انگلیسی میگیم ماینر، صحیح است، امو صغرایش. در ماینرش یا در صغرا مثلا ما میگیم که مترا انسان است. درست؟
اینجا ما همچون جمله داریم مثلا. خب با نمیره بنویسیم میترا انسان است. این شد صغرای ما. چرا صغرا هست؟ چون ما سر نفر خاص صحبت میکنیم که میترا. این شد مقدمه اولی ما. مقدمه دوم داریم که را در انگلیسی میگیم میجر، ما میگیم کبرا. صغرا و کبرا. در کبرا میگیم چی؟ که هر انسانی مثلا فانی هست، یعنی از بین میره، میموره خلاصه. درست است؟ فانی هست. این شد صغرای ما، این شد کبرای ما. از این هر دوش ما چه نتیجه میگیریم؟ یک کنکلوژن میرسیم، یک نتیجه میرسیم. به یک نتیجه. نتیجه چی هست؟ که میترا فانی است. خب این یک شکل بسیار ساده و عمومی منطق ارسطویی. در اینجا ما چند چیز داریم. یک چیز ما میگیم به نام تصور، یک چیز دیگه داریم به نام تصدیق. کنسپت و افرمیشن. تصور در انگلیسی میگیم کنسپت، تصدیق در انگلیسی میگیم افرمیشن. میترا یک تصور هست، انسان یک تصور هست. درست؟ مارکر یک تصور هست. ولی تصدیق یک گزاره، یک جمله. میترا انسان هست، این یک تصدیق هست. درست است؟ خب اینی تصوری که ما در اینجا داریم، اینی میترا، این را ما میگیم چی؟ موضوع یا سابجکت. درست؟ و اینی فانی میشه محمول از ما. ما میخوایم حمل کنیم، میخوایم دو برسیم. و چیزی که سبب میشه این صغرا و کبرا با هم وصل شوه، او چی است؟ این لغت انسان که در هر دویش مشترک است. یک چیزی باید در هر دویش مشترک باید باشد. مشترک نبود دیگه امکان نداره، ارتباط ایجاد نمیشه. اون چیزی که مشترک است او را ما میگیم چی؟ حد وسط. درست است؟ یک موضوع داریم، یک حد وسط در جمله صغرای خود. بعد در کبرای خود باز دوباره ما حد وسط داریم و یک محمول دیگه. این هر دو را حذف میشه، حد وسط از بین میره، اون موضوع به محمول به نتیجه میرسه، به کنکلوژن میرسه. درست است؟ اینی شد در مجموع یک قضیه یا اما شکل ساده منطقی ارسطویی. درست است؟ امی رقم ما هر چیز دیگه مثلا میتونیم بگیم دیگه. درست است؟ هر چیز دیگه امی رقم میتونیم جور کنیم خلاص. مثلا میگیم که طلا فلز است. میترا انسان است، طلا فلز است. هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشه. هر فلزی، اونجا فلز بود، اینجا باز فلز آمده. هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشه. نتیجه چی میشه؟ که طلا در اثر حرارت منبسط میشه. درست است؟ همین رقم هر چیز رو میتونیم انجام بدیم دیگه. اینی منطق ما منطق سوری هم میگیم. درست است؟ یعنی شکل است، فرم است. چون منطق ارسطو در محتوا کار نداره. درست است؟ خب این شد از این. وقتی که ما در مورد تصدیق صحبت میکنیم، در مورد گزاره یا اگر بهتر بگم گزاره صحبت میکنیم، ما دو رقم داریم. یکی گپ سری هست، یک گپ سری باید هست. مثلا دفعه ما میگیم که فعلا روز است، فلانی باید راست بگوید، باید راست بگوید. یکیش خودش همین رقم است، دیش ما میگم باید دو رقم باشد، دو رقم نیست ولی باید باشد. یه دو چیز متفاوت است. منطق فقط با هست کار داره. این باید کار منطق نیست، باید حوزه اخلاق و حوزه حقوق است. پس اگر کسی آمد در منطق خواست از باید استفاده کنه، او در حقیقت در او سفسطه میکنه.
ما در منطق با باید کار نداریم، چون باید ها نظر هست. ما در منطق با نظر کس کار نداریم. درست است؟ پس این یک تمایز بسیار مهم هست. خیلی وقتا اتفاق میفته، خیلی نفرایی که بالاخره سوفیستای کار زیاد میکردن، اونا یک چیزی اصل یک چیزی باید بر میکرد. درست است؟ انسان این رقم است، پس تو باید اون رقم بکنی. درست است؟ از اون میمود باید میگرفت، یا هم گفت باید این رقم باشد، پس این رقم است. پس اون رقم نیست، تو میگی باید رقم باشد، خب حالا اون رقم نیست، تو چطور نمیگی این رقم است؟ سفسطه میکنه. ارسطو آمد گفت این دوتا با هم متفاوته و منطق فقط این رو میتونه بحث کنه. این اصلا بحث منطقی نیست، بحث معرفتی نیست، بحث اخلاقیه، بحث حقوقیه. او در معرفتش کار نداره. تفاوت گذاری بین از دوتا و درک این چیز میتونه به حل بسیار از مشکلات و بحران ها با ما کمک کنه. سوفیست ها یک از کارهایی که بسیار انجام میدن اینی بود که این دوتا رو با هم خلط میکردن. درست است؟ مثلا میگفتن که انسان باید دنبال لذت باشد. درست است؟ پس انسان لذت جو است. خب نشد دیگه. ما خو همگی لذت جو نیستیم. تو گفتی باید رقم باشد، اینجا تو وقتی زندگی دیگه اسپر کردی، باید یک اسپر کردی. من ارسطو ما گفت چنین چیزی قابل قبول نیست. ما در منطق اصلا با باید کار نداریم. هر وقت گپ سر باید آمد دیگه از منطق خارج شد. بیم یک کمک ذره بهتر انواع امی چی را بحث کنیم، قضایا را. خب این قضیه حملیه دیگه. درست است که ای برای حمل شده دیگه. درست است؟ قضیه حملیه که از خودش میتونه دو رقم باشه. یکیش پازیتیو هست، که ما در فارسی میگیم موجبه، یعنی موجب میشه، سبب میشه. درست است؟ اینی هر دویشی پازیتیو است، موجبه هست. مترا انسان است، میگیم است رقم دیگه. درست است؟ در مقابل از این سلبیه داریم یا نگاتیو داریم. یک چیز سلب میکنیم، میگیم نیست. درست است؟ مثلا میگیم که این آهن نیست، مارکر آهن نیست. من چیز سلب کردم اینجا، گفتم نیست. درست است؟ ولی هر دویش حمل شده. ما یک چیز سر چیزی حمل کردیم، هر دویش حملیه. خب و از لحاظی که چقدر مقدار از اینا چقدر هست، آمد ارسطو بازم تقسیم بندی کردیم داره. گفت ما دو رقم قضیه حملیه داریم. یکیش هست یونیورسال، که ما میگیم کلیه. درست است؟ مثلا میگیم که هر انسانی فانی هست، پس اینی یونیورسال است، تمام انسان ها را صحبت کرده. هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشه، تمام فلزات هست. در مقابلش جزئیه داریم که ما در انگلیسی میگیم پارتیکولر. قضیه جزئیه. بعضی فلزات را میشه مثلا بریش کرد. نمی‌فهمم بعضی درختان همیشه بهار هستند. این یونیورسال نیست، کلی نیه، جزئیه. بعضی رقم است، بعضی رقم نیست. درست است؟ ما میتونیم سر هر دویش بحث کنیم، مشکل نداره. چی یونیورسال باشد، چی پارتیکولر، چی کلی باشد، چی کلیه باشد، چی جزئیه. هر دویش میتونیم استفاده کنیم، مشکل نداره. خب این از تقسیم بندی بود که ارسطو انجام داده بود که طبیعتاً نواقص زیاد داره و بعداً سر از بسیار کار شده. خلاص خب در دوره قرون وسطا بعضی نام‌های دیگه سر از اضافه شد در این بخشا. اینی را آمد گفتن این تفاوتی چی هست؟ کمی هست. کمیت چقدر میزنه؟ این دوتا از لحاظ کیفیت هست.
این نامه را خود ارسطو نمانده بود، خلاص این نامه را بعداً دیگران ماندند. خب و تغییرات دیگه هم آمد. بعد بخیر بعدتر صحبت میکنیم که یک از انتقادات سر منطق ارسطویی هست که او بعداً رو دیگران تا یک حدی حلش کرده، ولی خب در زمان ارسطو حل نشده بود. خب میرسیم در یک بخش بسیار مهم دیگه خود و اینی هست که چون این رقم یک ساختار هست، ما بعض وقتا میتونیم بعضی ساختار جمله بندی انجام بدیم، یک ساختارایی را جور کنیم که نتیجه‌ای که از اون میگیریم نتیجه درست نباشد. این زیاد اتفاق میافتاد دیگه. خب مثلا چی میگیم که برخی از درختها چوب هستند. صحیح شد؟ بعضی درختها چوب است و برخی چوب ها هم چیه؟ چوکی است مثلا. صحیح شد؟ درختها چوب هستند. این شد یک دونه. بعد میگم که برخی چوب ها چی هستند؟ چوکی است. حدی وسط مو چی شد؟ چوب. یکش درخت بود، دیگه چیه؟ چوکی. نتیجه چی میگیرم؟ درخت چوکی است. خب یک چیز درست نیه دیگه. خب ولی مشکلات پیش میاد دیگه. ارسطو گفت نه، ما بعضی شرایط داریم که این شرایط اگر مراعات نشوه این رقم بس جور نمیره. خب گفتی شرایط چی هست تا اون شرایط عمل شوه که این مشکلات پیش نیاد. خلاص گفت از این دو دانه که است صغرا و کبرا حداقل یکیش باید یونیورسال باشد، کلیه باشد، هر دویش نمیتونه جزئی باشد. درست؟ حداقل یکیش باید کلی باشد و از این دو دانه هر دویش باز منفی هم نباید باشد، سلبی هم نباید باشد. یک دانش حداقل باید مثبت باشد. صحیح است؟ موجبه باشد. و در صورتی که یک از اونا سلبیه باشد نتیجه هم حتما باید سلبیه باشد. یعنی سه شرط ماند. خلاص شرط اولش اینی شد که از منی از دو دانه مقدمه یک دانش حتما باید چی باشد؟ کلیه باشد. یعنی هر منش آمده باشد، هر انسانی، هر فلزی، هر درختی، هر چوکی، یعنی هر باید باشد. برخی، بعضی، یک مقداری نباید باشد. از این دو دانه هر دویش نباید چی باشد؟ سلبیه باشد. یک دانش حداقل باید چی باشد؟ مثبت باشد. هر دویش رقم نباید باشه. مثلا که هیچ چوکی مثلا چوب نیست، هیچ چوبی درخت نیست، هر دویش رقم نباید باشه. یک حداقل باید مثبت باشد. و در صورت که یک دانه از اینا منفی باشد نتیجه هم لزوما باید چی باشد؟ منفی باشد. نتیجه نمیتونه مثبت باشد. درست؟ شما از یک از مقدمات منفی باشد نتیجه هم خود به خود منفی میشه. شما نمیتونه از یک جمله یک دانه از منفی است یک چی بگیرین، یک نتیجه مثبت بیرون بکشین. اگر این شرایط را شما مراعات کنین مطابق دیدگاه ارسطو مشکل حل میشه. خب یکی تا چه حد واقعا مشکل حل میشه بحث بعدی هست. اما بریم در مورد یک بحث دیگه ای که داریم و این هست که بعض وقتا می قضایا با همدیگه خود در تقابل قرار میگیره. در اونجا چیکار کنیم؟ ارسطو اینجا آمده چند حالت استخراج کرده، حداقل 3 حالت عمومی است که خود ارسطویی کار انجام داده. اولیش دو چیز که با همدیگه خود تضاد دارن، متضاد هستند، کنترری هستند. خب با همدیگه خود تضاد دارن. خب این تضاد چه وقت میتونه با وجود بیاد؟ تضاد وقتی با وجود میاد که هر دویش چی هست؟ هر دویش کلی هست، کلیه هست. درست؟ هر دویش هر هست، برخی بعضی نیست. و یکیش مثبت است، یکیش منفی است.
خب یک دانه جمله مثبت است، دیگه جمله مو منفی. خلاصه خب نمی‌فهمم این رقم مفهوم میشه نمیشه. با اینا رو نش دیگه رنگ بزنیم. خب مثلا میگیم که هر انسان سفید پوست است، بعد میگیم که هیچ انسان سفید پوست نیست. این دو جمله با هم کاملا چیه؟ متضادن دیگه. یکش مثبت یکش منفی، هر دوش هم جمله چیه؟ کلیه، یونیورسال هست. گبی ارسطو این نیست که مگر رقم یک حالت باشد امکان نداره که هر دوش درست باشه، چون هر دوش به هم تضاده دیگه. در حالت تضاد هر دویش امکان صادق بودنش نیست. در بهترین حالت یک دانشی درست است، ولی میتونه که هر دویش غلط باشه، یا یکیش صحیح یا هر دویش غلطه. یعنی وقتی ما میگم که هر انسانی سفید پوست است و هیچ انسانی سفید پوست نیست، دو حالته، یا یک از اینا درست است، یا هر انسان سفید پوست هست یا هیچ انسان سفید پوست نیست. یک نیز درست است یا هم که هر دویش غلط. نه هر انسان سفید پوست است، نه هیچ انسان سفید پوست نیست، هر دویش غلط است. این حالت زمان پیش میاد که گپ سری چی باشد؟ تضاد باشد، ما تضاد داشته باشیم. یک چیز دیگه داره به نام سب کنترری که را در فارسی ترجمه کردن تحت تضاد. خب دایی که هست در تحت تضاد، ما هر دو قضیه ما جزئیه. در تضاد کامل هر دوش بود؟ کلی بود، هر بود. دایی هر دوش چیه؟ جزئیه. هر دو قضیه ما جزئی هست، بعضی هر دوش. خلاصه وقتی که هر دویشی جزئیه باشد، مثلا میگم برخی انسان ها سفید پوست هست، برخی انسان ها سفید پوست نیست، یا برخی انسان ها سفید پوست، برخی انسان ها زرد پوست است. مثلا چه؟ برخی درخت ها همیشه بهار هست، برخی درخت ها همیشه بهار نیست. درست است؟ یه رقم یک چیز اگر بخوایم بگم گپ چی میشه؟ در این صورت که هست یا چی هست؟ هر دویش یا یکیش صادق است یا هر دویش صادق است. یا یکیش صادق است مثل موضوع بالایی وری، یا هر دویش صادق است. در او وقت بود ما مثلا میگم هر انسانی سفید پوست هست و دیگهش میگم که هیچ انسانی سفید پوست نیست. یا یکیش صحیح است یا هر دویش غلط است. ولی زمانی که میگم برخی یعنی رقم است، برخی اون رقم هست، یا یکیش صحیح است یا هر دویش صحیح است، ولی همزمان هر دویش غلط بوده نمیتونه، مطابق دیدگاه ارسطو. و سوم حالتی که داریم به نام تناقض هست. خب در تناقض که هست ما یکی کلیه داریم یکی جزئیه. یک دانشی کلی هست، دیگه‌ش چی هست؟ جزئی هست. یک قضیه ما قضیه کلیه هست، یک قضیه ما قضیه جزئیه هست. هر انسان این رقم، بعض انسان ها و رقم این رقم یک قضیه میره. اینها با هم دیگه میتونن متناقض باشن. مثلا چی میگم که هر انسانی عاقل هست، اما به قضیه چی گفتم؟ کلی، هر انسان عاقل است. بدون جزئیه میگم برخی انسان ها عاقل نیستند. که تناقض داره با هم دیگه، جور نمیان با هم دیگه. اگر هر انسان عاقل هست خب نمیتونه که بعضیش عاقل نباشد. در اینجا که هست یک دانشی صحیح هست یکیش غلط هست. همزمان هر دویش صحیح یا هر دویش غلط بودن نمیتونه. هیچ امکان نداره که یکیش صحیح یکیش غلط باشد. حتما یکیش صحیح و حتما یکیش غلط هست. پس مطابق دیدگاه جناب ارسطو ما حداقل
سه حالت میتونیم اختلاف داشته باشیم و در صورت که اختلاف باشد چی نتیجه باید از او بگیریم. اولیش زمانی هست که دو قضیه با هم کاملا چی دارن؟ تضاد دارن. دو دونه کلی هست که هر دوش با هم دیگه خود تضاد داره. در اینجا یا یکیش درست است یا هر دویشی غلط است. یا یکیش درست است فقط یا هر دویش غلط است. دیگهش که تحت تضاد می در اونجا که است هر دو قضیه ما جزئی هست. برخی این رقم برخی اون رقم. در اینجا یا یکیش صحیح است یا هر دویش صحیح است. هیچ مشکل نداره. دومینش تناقض هست که اونجا کلی داریم جزئی داریم. کلی می گپ میگیم با جزئی میور چیکار ما ردش میکنیم. در اینجا یا یک دانش فقط درست است یا اون گپ کلی ما درست است یا این گپ جزئی ما درست است. درست است؟ نمیتونه که همزمان هر دویش درست یا هر دویشی غلط باشه. خب این یک بحثای بسیار کلی و کلان در مورد منطق ارسطو. امیدوار هستم که به جای حل مشکل بهتر گیج نشده باشه، چون بحث منطق واقعا بسیار گسترده هست، بسیار مقدمات نیاز دارن. در اینجا ما مستقیم رفتیم بسیار در مشاخص است دیگه. خب ما ریشار خیلی کار نگرفتیم، دمو تنه درخت هم چندان دیس نزدیم متاسفانه. به او خاطر کم ذره درکش مشکل ساز است. ولی هدف ما اسمون می‌خوایم بفهمیم چطور موصف سایه در حقیقت خواسته جواب بده دیگه. درست است؟ هدف مسترزو هست. هدف ما درک منطق عمیق نیست و دیگه خودش جدا بحث داره. بحثی که قبل از اینکه بریم در مورد پاسخی که به صفر سایه و قضیهش مثلا دمو قضیه فرضی که ما در نظر گرفتیم داده، یک بحث دیگه باید صحبت شود سر از اینکه اگر ما آمدیم خاص یک فرد خاص صحبت کنیم چیکار کنیم. مثلا ما میخوایم خاص در مورد خانم تیموری صحبت کنیم، چی رقم است، چیکار است. در اون صورت که است بازار ارسطو ما یک چیز دیگه جور کرده که ما دیروز مختصرش گفتم مقولات هستن، مقولات دهگانه. او دیگه باز بحث بسیار پیچیده میشه و او دیگه اگرم بحث کنیم از یک فعلا هست از یک قدم بیشتر باز گیج میشیم دیگه. از خاطر از او تیر میشیم تا جای بحثی که ما فعلا کردیم کلی بحثات در مورد فرد خاص نیست، در مورد یک جمع است. درست است؟ وقتی میگیم هر انسان این رقم است، بعض انسان ها رقم است، اون برای اکثر انسان ها صدق میکنه دیگه. ما یک فرد خاص صحبت نمیکنیم. اگر خاص در مورد یک فرد خاص صحبت کنیم باز مجبور هستیم اون مقولات دهگانه رو بیاریم که منظور جوهر است، زمان است، مکان است، کمیت است، کیفیت است، فعل است، انفعال است، خیلی بحث‌های دیگه می خلاصه که اونا باز بخیر تا یک حدی در بحث معرفت شناسی نظام کانت بحث سرش خواهد شد. خب ما در اول گفتیم که در منطق ارسطو ما دو چیز داریم دیگه. درست است؟ یک تصور داریم، یک چی؟ تصدیق. تصور اما یک کانسپت است، یک ایده هست از یگان چیزی. یک انسان یک تصور هست، شوکی یک تصور هست، خوبی یک تصور هست. و تصدیق در حقیقت اگر بخوایم بگم با کمی تسامح میشه همون گزاره که فعلا ما میگیم استیتمنت. اینجا چند بحث کرده جناب ارسطو. ارسطو اول یک از کارهایی کردی گفت که ما بعضی تصدیقات بدیهی داریم. یعنی بعضی تصدیقات هست که دیگر نیاز به اثبات نداره، اما از خودش کدام بگه وقت میفهمی که میگه درست است دیگه. مثلا شما میگیم که کل بزرگتر از جزء است، این دیگه اثبات نمیخواد که تو ما بحث بگیم تو ثابت که کل از جزء کلانتره. خب این دیست جزء از بدن است، خب بدن از ما جسم کلانتره دیگه، واضحه دیگه. نمیتونه که دیست از بدن کلانتر باشه. خب دیگه اثبات نمیخواد، همون قدر عقل همگی داریم، همگی برای همگی ما قابل قبول است. هر انسانی ذی شعوری، هر موجود ذی شعوری را قبول داره که کل بزرگتر از جزء است. امی رقم هر موجود ذی شعوری هم مثلا قبول داره که دو چیزی متضاد در عین زمان در عین مکان بودن نمیتونه. دینمی وقتی که این چوکی در اینجا مانده یا این میز خطابه اینجا مانده است، این جهت یعنی زمان من نمیتونم خودم باشم، ما او فضا رو اشغال کردن نمیتونم. چیز واقعی، چیز بدیهی دیگر همگی میفهمیم دیگه، نیاز به اثبات نداره دیگه. ما بگم نه تو باید ثابت که تو اینجا بدن نمیتونی، خب ما اینجا نیستم دیگه، خب میز ما اینجا دیگه، نیاز به اثبات نداره، چیز بسیار بدیهیه دیگه. همین رقم مثلا وقتی ما میگم که A مساوی به B هست
این اصلا نیاز به بحث نیست. اینا را هر انسان ذی شعوری، هر موجود ذی شعوری قبول داره. از این طریق آمد دمو سوالی که ما سوال فرضی که ما در مورد سفسطائیان کرده بودیم. سفسطائیان چی میگفت؟ مثلا میگفت خب که فعلا همی هوای اتاق چه رقم هست؟ درست؟ آقای حیدری میگه که هوا گرم است. جناب عارفی میگه که هوا سرد است. خانم بادی میگه معتدل است. درست؟ سفسطائیان میگفت سه است. معیار چون خود انسان هست، خود شخص انسان، پس همگیش درست است. هیچ مشکل نیست. سه است. گپ از هم سه، گپ از هم سه، گپ از هم سه. ارسطو آمد گفت نه، ما در مورد یک مکان خاص، یک زمان خاص صحبت میکنیم و این نمیتونه همزمان دو چیزی متضاد باشد. یکیش فقط درست است، یا سرد است یا گرم است. درست؟ چون ما از لحاظ عقلی میره قبول داریم که در عین زمان، در عین مکان دو چیز بوده نمیتونه. اما رقم که دین میز خطابه نمیتونه ما باشم در جای ما باشم در جای ما ای باشد، چون فضا ما اشغال کردیم، فضا رو اشغال کرده. همین رقم عین محیط در عین زمان نمیتونه هم سرد باشه هم گرم باشه. بنابراین اون چیزی بسیار بدیهی که ما هر موجود ذی شعوری به او قبول داریم قابل قبول نیست. پس ما بعضی تصدیقات بسیار بدیهی داریم که تصدیقات هیچ کس نمیتونه سرش کنه، شک وارد کنه، قابل تردید نیستند. هر موجودی که عقل داشته باشه او را درک میکنه. بر مبنای اون تصدیقات اولیه بعد میم آیسته آیسته خیلی چیزای دیگر را اثبات میکنه. درست است؟ و از این طریق با کمک عقل، با کمک انسان به حیث یک موجود نوعی و ذی شعور، ارسطو خواست که انتقادات یا بحران را که ها خلق کرده بودن سفسطائیان پاسخ بده. درست؟ البته بحث بسیار دیگه ما خلاصش کردیم، بحث بسیار عمیق است، از این بیشتر نمیشه و یک تا چه حد موافقت آمیز بودن نه او باز یک بحث تاریخی هست و میتونید شخصا مطالعه کنیم. اما بیایم یک چیز دیگر هم صحبت کنیم در مورد منطق ارسطو. چالش های منطق ارسطویی هست. منطق ارسطویی چی مشکلات را داشت. اولین مشکلی منطق ارسطویی بود که حالات کامل در نظر نگرفته بود. بسیار از این مسائل بعدا اضافه شد. مثلا ما در خود منطق ارسطویی قضایای شرطیه نداریم، در حالی که بسیار لازم میشه دیگه. درست است؟ اگر این رقم هست چیکار خواهد شد؟ درست است؟ ارسطو سر از این مسائل بحث نکرده بود. این را بعداً دیگر را اضافه کردن، بلخص ابن سینا سر از کار کرده. ما فعلا در منطق قضیه شرطیه داریم، قضیه شرطیه متصل هم داریم، قضیه شرطیه منفصل هم داریم، ولی کارهای بعدی هست. خود ارسطو در زمان ارسطو ما او رقم چیزا متاسفانه نداشتیم، مسائل بحث نشده بود، پس بسیار ساده و ناقص بود. مسئله دیگه ای که هستی که امور هم که از نامش هست منطق سوری هستی، در صورت کار داره، در فرم کار داره، در محتوا کار نداره. درست است؟ من مثلا چی میگم که هر درختی پلاستیک هست. درست؟ فرض میگیرم من جمله میگم هر درختی پلاستیک هست و هر پلاستیکی چی هست؟ مایع هست. پس نتیجه چی میشه؟ که درخت مایع هست. از لحاظ منطق ارسطویی هیچ مشکل دینی نیست، چون منطق ارسطو در محتویاتی و جمله گزاره کار نداره. یک چالش بسیار بزرگ است. در صورت فقط کار میکنه، در فرم فقط کار میکنه. مشکل دیگه ای که بعضی سرش نقد کرده، هرچند نقد شایدن قابل مناقشه هست، و این هست که میگن منطق سبب تولید علم نو نمیگرده،
خب من میدانم که طلا فلز است و من میفهمم که فلز چی میشه، در سر حرارت منبسط میشه. پس که گپ نو بگم طلا منبسط میشه، خب چیز نو موضوعیت نگرفته. ولی طبعا این بحثش قابل مناقشه هست، ولی هم یک ایرادات هست که بعضی ها سرش وارد کردن. ولی چیزی که سبب شد که ما مجبور شدیم که منطق ارسطویی را تقریبا بانیم به کنار. جهان غرب فعلا دیگه منطق ارسطویی چندان کار نمیگیرن. وی هست که همون مثالی که موج گفتم، مثلا ما میگیم خب یکی میگه سرد است، یکی میگه گرم است، دیگه میگه معتدل است، دیگه میگه کمی معتدل است، دیگه میگه شاید سرد باشد. منطق ارسطویی اونا رو درک نمیتونه. منطق ارسطویی میگه یا سرد است یا گرم است، خلاص، یا صحیح است یا غلط است، فقط با صدق و کذب کار داره. احتمالات در نظر گرفته نمیتونه، یک چیزای در میان در نظر گرفته نمیتونه. پس اگر ما میخوایم یک برنامه نویسی کنیم در کامپیوتر، که منطق ارسطویی ما کار کردن نمیتونیم. میخوایم یک حالت فرضی تصمیم در نظر بگیریم، مدیریت بخوایم بحث کنیم، احتمالات بحث کنیم، منطق ارسطویی پاسخ نمیده. منطق ارسطویی 0 1 است فقط، دیگه یا هست یا نیست، خلاص. چیزی بیشتر نمیتونه، درک نمیتونه. به او خاطر جهان مدرن فعلا دیگه منطق ارسطویی تقریبا ماندن به کنار. درست است. یک چالش بسیار عمده هست که در اواخر دیگه مجبور شدن منطق ارسطویی کلن بانن به کنار. این چالش های منطق ارسطویی هست. خب منطق ارسطو را اینجا بحثش دیگه همینجا رها میکنیم، با پایان خود نرسیده، شروع نکردیم، خب خیر است، تو رهاش میکنیم. یک گپ دیگه هم از ارسطو گفته شد که البته فقط گپ ارسطو نیست، گپ یونانیا هست. بعد بریم سر مکتب اپیکوریان. مسئله‌ای که بسیار سوال برانگیز هست، خیلی وقتا سر بحث میشه در مورد جهان یونان، بحث بردگی هست. جهان یونان بردگی بوده، چیز واضح هست، ولی بردگی جهان یونان با بردگی جهان امروز تفاوتی بسیار اساسی داره. بردگی که ما در جهان مدرن داریم هنوز هم بعضی جاها هست متاسفانه، ولی چیزی که در مدرن در چند صد سال اخیر ما بسیار شدید داشتیمش بیشتر نژادی یا ایدئولوژیک هست. یعنی بعضی افراد را بر مبنای نژادش میگه میبرده، مثلا خب در امریکا سیاه‌پوست بودن خودش دیگه مساوی به برده بودن بود. درست؟ سیاه‌پوست هستی پس برده هستی، خلاص. یا هم مبتنی بر نظامی ایدئولوژیک بوده. درست است، چون مثلا پیروی دینی که ما دارم نیستی یا با اون نژادی که ما باور دارم از اون نژاد نیستی، پس برده هستی، خلاص. بحث ایدئولوژیک بوده. ولی در جهان یونان ما چنین چیزی نداریم. جهان یونان کسی را به خاطر از اینکه از فلان قوم است، از فلان منطقه هست یا فلان باور داره بردهش نمیساختن. نتیجه جنگ بود. دو منطقه با هم جنگ میکنه، منطقه‌ای که شکست میخوره خب مردمش دیگه برده میشن. اگر فردا روز میتونستن دوباره متحد شون و جنگ کنن خود آزاد بشن، دوباره از بردگی خلاص میشن. نبوده که دیگه یک طبقه یا یک قشر یا یک منطقه مردمش مادام العمر همیشه نسل در نسل برده بموندن. بردگی نژادی نبوده. و برده ساختن یونانیا بسیار کم بوده. خیلی ها با این مخالف بوده، کسایی که مخالف نبودند تعدادش بسیار کم بودن. یعنی خود یونانیا را داستانی برده نمی ساختند. بودند ولی بسیار تعدادش محدود بوده. اکثر کسایی که برده می ساختن از دیگه جای بود. از ایتالیا مثلا می آوردن، از طرفای مقدونیه می آوردند و از طرفای دیگه جای می آوردن. خلاصه از خود یونانیا را برده نمی ساختند. ولی برده داری بوده چون اونجا معدن داشتن. امیرم بگم بد نیست، یونان یک ساحه‌ای هست شدیداً چه رقم بگم غیر تجاری یا بسیار فقیر. درست است؟ ثروتمند وقت نبودند و معادن هم نداشتند، ولی یک دو سه معدن بسیار خورده که داشتند و اونجا دیگه کلی کارمندش هم غلاما بوده. خلاصه در کل غیر از اون یک زمینی بسیار خوب کشاورزی بوده و نه یک زمینی چی بوده از لحاظ معدن بسیار کشور خوب بوده. کشور ذات غنی و ثروتمندی نبوده. خب بریم در مورد بحث اصلی امروز ما، اپیکوریان.
قبل از اینکه بریم سر خود یمی اپیکورس که بنیانگذار مکتب ازی هست، خب من دفعه نامش بنویسم داخل. اپیکورس که ما در فارسی میگیم اپیکور، بنیانگذار مکتب اپیکوریان یا اپیکورینیزم. این در سال 341 متولد شده و در سال 270 وفات کرده. درست؟ پدر اسکندر مقدونی چی وقت تقریبا دیگه یونان کلا تحت استعمار خواهد آورد؟ یاد شما مانده؟ آها، عالی. سال 338 است. درست است؟ و سال 323 اسکندر مقدونی هم که فوت میکنه. بعد از او دیگه وضعیت وخیم‌تر میشه. بعد از وفاتی خب 323 وفات اسکندر مقدونی است. بعد از اینکه اسکندر مقدونی فوت میکنه، ما رقم دیروز هم صحبت کردیم جلسه قبلی، افرادی که بعد از اسکندر میمانن اما هر کس یک ساحه را صاحب میشه و اونجا هم نظام سلطنتی تأسیس میکنن، جور میکنن. این به چی معناست؟ به این معناست که دیگه مو دولت شهری خلاص میشه. دیگه ما پلیس یا دولت شهر در یونان دیگه نداره، مو خلاص میشه. استقلال هر شهر رو دیگه خلاص است، سلطنتی جور میشه. هر یک خانواده یک چند ساحه را تحت استعمار خود داره. پس اپیکور زمانی می مکتب خود تأسیس میکنه، نظر خراب میکنه که یونان با بحران مواجهه. اپیکورینیزم مکتب بحران هست. زمانی است که دیگه یونانیا از خود چیزی خاص ندارند، تحت کنترل دیگران داره آمده. هویت اصلی خود که دولت شهرشان باشه و از دست دادن. امکان فعالیت عرصه عمومی از خود یونانیا سلب شده. عرصه عمومی به معنای واقعی دیگه وجود نداره. امکان ارتباط معنادار میان انسانها در عرصه عمومی وجود نداره. محصولی همچون یک وضعیتی هست اپیکوریان. خب وقتی که این وضعیت بهتر درک شود که در چی یک وضعیتی این مکتب ارائه شده، آدم بهتر میفهمه که چرا از ارسطو قدر فاصله گرفته یا چرا مثلا از افلاطون و سقراط فاصله داره، چرا طرف دیگه بخرفته. این وضعیت درک همین شرایط برای درک این مکتب و مکتبی که جلسه بعدی در مورد بحث میکنیم کلویان بسیار ما کمک خواهد کرد. به مال در مورد خود اپیکور صحبت کنیم. اپیکور در سال 341 هرچند خیلی دقیق نیست، اختلاف است، ولی خب اما معمولا اکثر با ما توافق دارن. 341 در جزیره ساموس متولد شده و در سال 270 قبل از میلاد در آتن وفات کرده. اصلیتش از آتن هست، ولی پدر مادرش در وقتا در ساموس هم رفته بودند خلاصه و اینجا متولد شده دیگه. سالها چند سال اونجا ماندند. و ساموس یک از اون جزایری هست که طرف چی هست دیگه، دریای ایژه میشه، فعلا در جمله چی ترکیه این طرف است، در جمله آسیای صغیر گفتیش هست. اصل یونان نیست، آتن از اونجا دور است. پدرش نامش نیکلس هست که چی بوده؟ استاد مکتب بوده، استاد بوده، درس میداده. و مطابق گفته خود اپیکور 14 ساله بوده که به فلسفه علاقه‌مند شده. ولی در روایت دیگه که از خود اپیکور نیست، روایت دیگه هست، اونجا گفته شده که اپیکور وقتی که درس میخواند یک شعر فلسفی اونجا آمد از یک شاعر به نام هسیات. شعر قدیمی بوده خلاصه، خب یعنی قدیم برای دوره دیگه است، خیلی وقتا بوده خلاصه. او شعر هم استادش نتانسته برای از درست بفهمانه، برای استادش سختی کرده ظاهرا. دیگه همون سبب شده که اپیکور گفته دیگه نه، ما باید برم خودم فلسفه رو بفهمم. درست است؟ و این سبب شده که علاقمند شده به فلسفه. ولی با توجه به مکتبی که ساخته به نظر می رود چندان قابل اعتبار نیست. به هر صورتش اولین کسی که پیش از او درس خوانده یک فیلسوفی افلاطونی بوده به نام پمفیلس، ولی پیش از چندان درس نخوانده.
زود را ترک میکنه، پیش یک فیلسوفی دیگه مرا درس میخوانه در یک شهر دیگه به نام شهر نامش است تیوس و ما طرف است، آسیای صغیر است. اپیکور اکثر تو اولی عمرش کلا اون طرف گذشته دیگه، کلا طرف آسیای صغیر هست، ترکیه فعلی هست. تا زمانی که باز میم گپ میزنیم تا اون زمان کلا دیگه در اون طرفا گشته است، چندان داتن نمیه. خب در اون شهری تیوس که است یک نفر هست به نام نوسیفانیس. این نوسیفانیس خودش یک از شاگردای دموکریتوس هست. دموکریتوس اگر تون مانده باشه جلسه اول سر صحبت کردیم، یک کسی بود که به طرفدار نظری اتمی بود. درست است؟ طرفدار نظری اتم بود. همه جهان از اتم ها و خلا جور شده. اون نظر را داشت. این بسیار مهم است، این استادش بسیار مهم است، چون بعداً باز میخوانیم که چه تأثیری مانده سر اپیکور. اپیکور تقریباً 3 سال پیش از این نفر درس میخوانه تا 18 سالگی خوده. از 18 سالگی به بعد از اپیکور متاسفانه دیگه هیچ اثری نیست تا تقریباً یک 12-13 سالی ره. و تصور فعلا نمی هست که دمی 12-13 سال رفته این نفر مکتب خود، ایده خود، متفکر خود جور کرده، ساخته. در کلی دوره هم در چی بوده خلاصه بیرون از آتن بوده، دیگه جای رفته. خب 18 ساله میشه، 18 ساله که شد میاد آتن، چون آتنی بود دیگه. 2 سال رو میخواد خدمت سربازی خود تیر کنه دیگه، درست است؟ ارتش خود تا شهروندی آتن بگیره. 2 سال که سپری میکنه، بعد دیگه مورا باز گم است دیگه تا تقریبا 32 سالگی. درست است؟ ما فقط می خبر داریم که 2 سال داتن بود بعد رفته دیگه. از بعدش معلوم نیست کجا رفته و چیکار کرده نکرده. تا 32 سالگی خود گم است. در خانه 31-32 سالگی که هست دوباره پیدا میشه و وقتی پیدا میشه به شکل یک استاد است، آمده تدریس شروع کرده در یک منطقه به نام متلین و بعد از اون در یک منطقه دیگه به نام لامساکس. در این 2 شهر قبل از اینکه به آتن تدریس میکنه. حدود 4 ساله در این جاها مصرف تدریس است، از سال 310 تا سال 306. درست است؟ 4 ساله دمی شهرها در حال تدریس است، نظری خود تدریس میکنه و دمی 4 سال بسیار شاگردای یا مریدای بسیار پاکورس هم پیدا میکنه که یک دنه از اونا بعداً باز دمو چی میشه، جانشینش میشه دمو مکتبی که در آتن تاسیس میکنه. خلاص ولی در دوره بسیار شاگردای خوبی پیدا میکنه. خب پس تا سال 306 341 پیدا شده، 306 هست، یعنی 35 سال عمر کرده دیگه. در 35 سال فقط اون 2 سالی که برای خدمات سربازی یا اردو آمده بود، آتن بود، در کل مش دم طرف آسیای صغیر گذشته، از آتن، از جهان یونانی دور بوده. و این دوره خب دوره است که خود آتن هم دیگه در حال آشوب هست و ازش چندان مناسب نیست. امی دور بودن از آتن یا از محور جهانی یونانی سبب میشه که دیدگاه‌هایشی کمی جهانی شود، دیگرها را هم در جهان بینی خود جای بده، فقط دنبال یونانی ها نباشد. از این لحاظ هم یک تفاوت بسیار اساسی داره با اندیشمندای قبلی یونانی. درست؟ پس در سال 306 در 35 سالگی دوباره از اون جزایر اعلام میکنه میده آتن. آتن چیکار میخواه؟ فلسفه خود آتن تدریس کنه. ایم از شهر بیرون ولی تقریبا نزدیک به شهر، به اندازه افلاطون و قجای دور نمیره، ولی دمو مسیر هست. از شهر که بریم بیرون اول در مکتب از میرسیم، بعد پیش بریم به آکادمی افلاطون برسیم. دمو مسیر هست. یک دونه خانه میخره و خانه بسیار خوب باغی کلان داره. دمو باغ خود شروع میکنه تدریس کردن. به مو خاطر نام مکتبی از اینا میشه The Garden یا باغ. درسته؟ ما فعلا اصطلاح زیاد داریم، باغ فلسفه بسیار
اصطلاح معروفی هست بین فیلسوفا، از همین هست. پس مثل افلاطون است. افلاطون هم جایی که تدریس میکرد باغ مانند بود، از ارسطو ورزشگاه بود، ژیمنازیوم بود، این دوباره برمیگرده به باغ. در اونجا تدریس خود شروع میکنه. خلاص خب زمانی که آمد به آتن، ما همچنان اکادمی را هم داریم، لیسیم را هم هنوز داریم. اینا ارتایش هنوز دم خودی آتن هست، دم جاهای خود است. هرچند فرق کرده دیگه، طبعا چند نسل گذشته. خلاص و این باید یک کار کنه که بتونه با اونا مقاومت کنه دیگه، چون جایگاهش بسیار ثابت هست. اکثریت کسایی که اهل اندیشه است او طرف میبرند دیگه. این با شاگردای خود که از دیگه جای جمع کرده اونا آمد آورده، ولی دیگه بعد دیگه شاگردم جذب کنه. خلاص اینجا خود بتونه ثابت کنه. از این لحاظ بسنجیم بسیار با چالش مواجه، ولی از طرف دیگه اصلا هیچ چالش نداره. خب از چه لحاظ چالش نداره؟ اپیکور طرحی که میریزه کاملا متفاوت با دو تاست. درست است؟ گفتیم دیگه وقتی 18 سالگی دفعه آتن آمد به خاطر خدمات سربازی خود. درست است؟ وقتی که میاد دیگه اواخر زمانی هست که ارسطو در آتن است، میخواد آتن ترک کنه. ارسطو بسیار مختصر درک میکنه به قول بعضی میبینه، و زینوکراتس که شاگرد افلاطون هست و وقت هم رئیس اکادمی بوده، اونا رو هم دیده. خلاصه ولی ظاهرا چندان از اونا دلش چنگ نمیزنه، یک چیزی نو جور میکنه. و یکی نو جور میکنه دلیلش بیشتر به نظر من وضعیت بحرانی هست که در وضعیت زیست کدری است. خب مفصلتر صحبت خواهد کردیم، ولی به این دفعه که در او باغ چه رقم نفره بودند. ما و شما تا قبل از اپیکور هر فلسفه‌ای که داریم مردانه است. ما نه در اکادمی کدام خانم داریم، نه در لیسیوم کدام خانم داریم، مرد است فقط. باغ اپیکوری اولین جایی هست که خانم‌ها هم میرن. و علاوه بر از یک از غلامای خود اپیکور هم در اونجا هست، اون فیلسوف است به نام ماوس. پس هم خانم‌ها هست هم غلام هست. تفاوت بسیار عمده‌ای که اپیکور با مکتب ارسطویی داره و با مکتبی که بعداً اکادمیا یا افلاطونیا، نمیتونم بگیم افلاطونی ولی اکادمیا، خلاصه چون افلاطون مسئلهش فرق میکنه، ولی کسی که در اکادمی بودن خلاصه اونا بعداً بیشتر شگرا میشن و دوباره بر عرصه عمومی برمیگردن، دوباره کوشش میکنن کم کم تربیت کنن برای عرصه عمومی. خلاصه ولی وقتی که اپیکور باغ خدا افتتاح میکنه، تأسیس میکنه، شروع میکنه به تدریس، داخل باغ بحث سیاسی ممنوعه. شاگردایش دنبال کارهای عمومی نیه، یعنی نمیانه که درس بخوانن تا فردا مثلا برن قاضی شون، نمیفهمم ارچن شون، یا نمیفهمم یک کاری شون. خلاص از عرصه عمومی کلن به دورن، از سیاست به دورن، از عرصه عمومی کلن به دورن، کلن به خود فرد توجه دارن. و اینجا امو دیدگاه اتمی دموکراتیست که او دیدگاه در مورد جهان بود، فقط او را انکشاف میده در مورد انسان هم میاره. میگه ما هر کدام ما یک اتم هستیم، هر کدام ما مهم هستیم، فرد مهم هست و ما باید دنبال امو لذت و دنبال اوج خود باشیم. جامعه مهم نیست، سیاست مهم نیست، اونا رو بنده چایش. این دیدگاه چرا در این وقت جان گرفته؟ چرا اپیکور به این دیدگاه رسیده؟ چون واقعا در سومی دیگه امکانش نیست. دولت شهر از بین رفته و جهانیونی دست افراد دیگه غلطیده. بیشترش از خاندان مقدونی هست، از منطقه مقدونی. دیگه اینا عرصه عمومی رو ترک کردن، رفتن دادن که گوشه خشتر کس میخواد خود را به جای برسونه. خلاص یک تفاوت بسیار بسیار بنیادین هست میان اپیکوریان با مکاتب قبلی که دیگه اصلا عرصه عمومیش کار ندارن، سیاستش کار ندارن، فقط میگه خود ما، خود انسان.
همینجا سر بعضی از چیزها هم بحث شده خوب است. سوی برداشت ها یا سوی تفاهمات که در مورد اپیکوریان هست. اپیکوریان معمولاً به حیث یک مکتبی لذتجو معرفی میشه، غرق در فساد بودن خلاصه، و چند چیز به این چیز بسیار دامن زده. اولا که نامشان است که داخل باغ، داخل باغ خودم درس میخواند دیگه، درست؟ دومش هم وجود خانم‌ها، میگم مرد و خانم، مرد و زن که جای دیگه خونجا درس خواندن نمیشه دیگه. و مسئله سومش هم مکتبشان است که دنبال لذتن دیگه، درست است؟ ولی خب لذت از نار کس درک نکرد دیگه، لغت دیگه خود دنبال لذتن دیگه، پس صحیح دیگه لگد. یک منظور از ناز لذت چه کس دنبالش نگشت. مسئله سوم است که داخل باغ بودند، شراب نوشیدن آزاد بوده و ظاهرا اکثرشان روزانه 1.5 لیتر می نوشیدن. خب پس این مسائل باعث شده که یک تصور ایجاد شود که مکتب اپیکوریان همگی غرق در لذت بودن، خلاصه خواندن بحث اینا نبوده، خلاصه شراب نوشیدن، مرد و زن با هم خلاصه معاشرت داشتن و از این گپا بوده، اصلا بحث فلسفی نبوده. تا خیلی دیر این دیدگاه ها مانده و تصوری هست که یک از دلایلی که این کار بسیار شهرت یافته مکتبی هست که بعد از اینا با آتن آمد و خواست جای پای پیدا کنه و چون اونا با اینا بسیار نزدیک بود خواست اونا بدنام کنه تا خودش بگیره. مکتبی استویکس هست یا رواقیون هست که بخیر ما در بخش روم سرش بحث میکنیم، ولی اونا هم اساس زمین جه خلاصه و یک از کسایی که اونا را کمتون بدنام ساخته، نظر همی هست، روایت همی است که کار اونا هم هست. خب ولی چنین چیزهایی نیست، نال برای خود مکتب اپیکورینیسم که بخیر بهتر بفهمیم این چیزا را بهتر میفهمیم. پس باغ را که اپیکور ساخته، دو باغ حداقل تا زمانی خودش زنده هست چنین چیزایی نیست، درست؟ دنبال لذت هستن ولی لذت تعریفش کاملا متفاوت است از اون چیزی که اکثرت برداشت میشه. خب اپیکور بسیار ساده و شفاف می نوشته ولی متاسفانه عمیق و منظم نمی نوشته، چون بعد بیشتر میخوانیم خلاصه زیاد دنبال فلسفه نظری نیست، او بیشتر دنبال عملیه، یک آدم عملیه، زیاد دنبال نظر چندان نیست و اکثر آثار از خونده باز بهتر بخوان بخیر نامه هاست. در سن 71 یا بعضی هم میگن 72 سالگی خلاصه از مریضی غده پروستات به شکل بسیار با درد و رنج وفات میکنه. ولی یک نامه‌ای که در آخر عمر خود قبل از وفات خود دارد، در اونجا هم میبینیم که نه، او رقم که تصور میشه بسیار با درد و رنج بوده چندان هم نبوده، چون دیدگاهش نسبت به رنج و دیدگاهش نسبت به مرگ باز بخیر پیشتر میخونیم. او را گردم درک کنه دیگه چندان مسئله نیست، قابل درک میشه. وصیتی که میکنه چیست؟ میگه خب کتابایی که از من مانده، آثار اگر چیزی از من مانده خلاصه اونا و نصف دارایی من از امی باغ، از حیات منای از اونا دیگه پیسایی که از من میمونه اونا را یک مقدار شبه خانواده میبتیم، یک مقدار دیگه شکسته بانیم که هر سالگیری ما را تجلیل کنیم و هر ماه هم کس یک مراسم یاد بود برای از من بگیریم، هر ماه یک مراسم یاد بود برای از من بگیرین از اون پیسه خود. درست است؟ این یک آخرین وصیتش هست خلاصه که را وصیت کرده و زمانم که فوت میکنه وصیتش می هست که میگه تمام کسایی که برده ما هست تمام برده های ما را آزاد کن، همه برده های ما آزاد شد. بریم در مورد آثاری که نوشته. پس 71 سالگی خود یا بعضی میگه 72 سالگی خود وفات میکنه از غده پروستات در آتن، در مکتب خود، در باغ خود. آثار زیاد از این باقی نمانده. آثار مهمی که از اوایل ما در دسترسی داشتیم 3 تا نامه هست. یک نامه‌شی به یک شخص به نام هرودوتس هست که در مورد فیزیک در اونجا بحث کرده. نامه دومیش یک نفر به نام پثوکلیس هست که در اونجا در مورد هواشناسی صحبت کرده. یکیش فیزیک است، دومیش هواشناسی.
و سومیش یک نامه به شخصی به نام منکیوس هست که در مورد اخلاق هست. پس یک نامش در مورد فیزیک هست، یک در مورد هواشناسی، در مورد اخلاق. بیشتر به شکل کلمات قصار هست، 40 تا کلمات قصار اونجا آمده. خب مکتب اپیکوریان رو بعداً میخوانیم، مکتب رواقیون امی رقم هست، از رواقیون دانش معروف به نام اورلیوس سیزار اورلیوس هست که امپراتور هم بوده و نقلای قولای بسیار زیاد در سینکا همچون خلاص. اونا دی امی جملات قصار بسیار علاقمند بودند. این همون یک 40 دانه تر جملات داره خلاص در مکتبش مانده. بعداً در سال 1750 به بعد 1752 تا 54 کتاب دیگه هم پیدا میشه که او را هم میگن از این نفر بوده. در اونجا بخشای بسیار مهمش مربوط بخش فیزیک هست و دیگرایش باز هم نامه هست. نامه هایش هم رقم که میبینین چون دوستانه هست دیگه، اکثریتشان با دوستایش هست، بنابراین چیز خاصی نیست دیگه، گپای دوستانه است. خیلی کم مثلا سیدنش نام گرفتیم که اون رقم بسیار نامه های کمی است که اونجاگان بحثای علمی یا فلسفی کرده. اکثر بحثایش هم با دوستایش هست، نامه نگاری کرده خلاص بحث کردن با هم. چیز خاصی از لحاظ علمی نیست. بریم در مورد خودی دیدگاه کلی مکتب اپیکورینیسم بحث کنیم. اپیکورینیسم ها مهمترین چیز برایشان پلیژر بوده، یعنی لذت، و از اون مهمتر هپینس. البته هپینس اگر ما خوشحالی معنا کنیم بسیار نادرست خواهد بود، مفهومش بسیار گسترده تر است. فقط خوشحالی نیست، شاید یک چیزی شبیه به سعادت بسیار دینی میشه، ولی چیزی متفاوت است خلاصه. درست است؟ پس فقط با اون مفهوم برداشت که ما داریم دو قدر محدود نیست، کمی مفهومش گسترده تر هست. یک چیزی که بوده ای که اکثر اپیکورین ها امی خودی بودن لذت میدیدن. میگم نفسی بودن، نفس زنده بودن خودش لذت است. درست است؟ این دیدگاه هم بوده و هدف اساسی زندگی است که ما باید دنبال هپینس بگردیم. ولی هپینس خودش باز دو رقم هست، یکیش به نام کینتیک هست که منظورمون لذت های جسمیه فقط، و یک دیگر رقم دارن خوشحالی استاتیک هست که اونجا فقط لذت نیست که ما لذت ببریم، بلکه این هم هست که رنج نبریم. پس هپینس که هدف اصلی زندگی نیست که ما در یک مرحله برسیم که هم لذت ببریم و هم رنج نبریم. اوج لذت در نبود رنج. درست؟ این میشه هدف اصلیش. این باز بخش اخلاق رسیدیم، بخیر بیشتر صحبت میکنیم که اوج لذت در نبود رنج چه رقم حاصل میشه، چطور بدیس بیاریم خلاص. هم لذت ببریم امرای نکشیم. درست؟ ولی قبل از این در مورد این مکتب اپیکورینیسم در بخش‌های دیگه‌اش کم تو صحبت کنیم. بخش سیاسیش مشخص شد دیگه، با سیاستش کار ندارن، مثلا ما کار نداریم، عرصه عمومی اصلا کار نداریم، ما درس خصوصی هستیم و دنبال خود هستیم. در بخش ساینس نظر کلی از اینا هست که اما نظر خود جناب اپیکوروس هست، اما رو میخوانم یک دفعه ببینیم که چی نظر داره. درست؟ میگه if we were not troubled by our suspicions of the phenomena of the sky and about death and also by our failure to grasp the limits of pain and desires, we should have no need of natural science. خلاصه شنی میگه اگر ما می شوق یا علاقه فهمی می هستی، آسمان را ورده ولی منظور هستیه، خلاصه اگر می شوقش نمو بود که ما می دنیا را بهتر بفهمیم، مرگ بهتر بفهمیم و همچنانی که ما رنج بهتر بفهمیم، اگر امینا نمو بود امی ساینسش به درد نمیخورد. پس برای اپیکوریان ساینس خودش اصل نیست. ساینس یک وسیله هست برای درک رنج، برای درک مرگ، برای درک جهان. درست است؟
ساینس نمیاموزن که خودش یک علم است، میاموزن به حیث یک وسیله که در فهم جهان بینی خودشان کمک میکنه. و اگر اونوش به یک مرحله برسن که فکر کنن میفهمیم، دیگه ساینس هم میمونن به کنار. خب چون الان میخواین دیگه رنج بفهمن که رنج چی هست، مرگ چی هست، جهان چه رقمی است، مجبوره که باید مطالعه کنن دیگه، جهان بفهمن دیگه. خب جهان که مطالعه میکنن مجبور بفهمن که ساختار ازش چه رقم است، چه رقم باید دیگه تحقیق کنیم، چه رقم رو باید درک کنیم، چه رقم بفهمیم دیگه. پس در این بخش ما یک نظریات طرح کردن. یک رساله هست به نام On the Cretan که خلاصش کردن نام کینن. کامره ما شما اینمی نامش از نام کتاب امی جناب اپیکور آمده. درست است؟ یعنی معیار. خب در بخش فیزیک چند نظریه کلی دارند. درست است اپیکوریان. اولینش اینی هست که امو گفتیم دیگه تحت تاثیری کی هست، دموکراتیک است. درست است، چون درس خوانده پیش شاگرد از بود خلاص. پس طرفدار نظریه اتمی هستند دیگه، میگم ما اتم هست همه چیز. در این حال طرفدار نظر علیت هست، میگم ما علیت داریم، علیت جهان وجود داره، همه چیز بر مبنای علیت پیش میره. مسئله دیگهش که هست، اینا دیگرها هم باور داشتن در جهانیون ولی اینا آمدن بسیار به شکل واضح ایرا گفتند. او است که میگن پایان نپذیری یا به نهایت بودن هستی. جهان پایان نداره، هست میتره. باید در جهانیونی کلا رقم است دیگه، هستی پایان نداره دیگه. درست است. و چیز دیگه که اینا نو گفتند، ایامد گفت که تمام فورس ها یا قوه ها با هم برابر هستند، به مخاطر جهان در تعادل است. درست است؟ قوه ها با هم در چی میشن؟ با هم مقابل میشن، وردش برابر است، به مخاطر همه چیز با هم در تعادل هستند، در آرامش است. یک جهان بینی کلی از لحاظ فیزیکی از اونها هست. مطابق همین جهان بینی فیزیک آمدن در بخش روان صحبت کردن. درست است؟ در موساییکه دیگه. درست است؟ روح نه، روح به اون معنایی که افلاطون میگه نداریم. درست است؟ ارسطو اینا باز دوباره به موساییکه برمیگرده. در اپیکوریزم ما موساییکه را داریم که همون روان میشه. اینا باز مطابق همون دیدگاه دموکراتیسم، همون رقم دموکراتیسم میگفت که روان چیه؟ میگفت روان همون اتم هست، ولی اتم های بسیار ظریف، سبک. اینا همون نظر میده. میگه روان هم کست همون چی است؟ اتم هست، ولی بسیار به شکل ظریف و سبکش. و اینا چیز که دو اضافه میکنه در بخش نظری اتمی اوی هست که دموکراتیسم میگفت اتم ها اشکال و سایزهای مختلف داره و ما نمیتونیم محدود کنیم که اینی قدر سایز، اینی قدر شکل. ولی اپیکوریان میگن نه، ما فقط 4 رقم اتم داریم. محدودش میکنه به 4 رقم. ظاهرا متأثر از همون نظریه امپدوکلیس است که میگفت 4 عنصر است، ما گفتیم 4 رقم اتم داریم. پس به یک نحوی میشه شاید گفت جمع کرده میان دموکراتیس و امپدوکلیس. در مورد چی است روان، اینا باز یک نظر دیگه هم داره که میگه درسته که روان در کل بدن هست ولی محورتش در قلب است. درست است؟ روان اصلش دمو قلب ما هست، محورتی که روان کنترل میکنه. خلاص این نظر همینا داشتند. در بخش فلسفه و اخلاق بحث از اینا چی هست؟ هدفی است که ما باید اونو هپینس برسیم. درست است؟ برای هپینس رسیدن ما باید خلاصه لذت درک کنیم و رنج درک کنیم. چون هپینس چی بود؟ اوج لذت در نبود رنج. خب ما چطور لذت ببریم و در عین حال رنج نکشیم؟ آمدن بعضی چیزها رو گفتن. خب گفت ما منظور ما از لذت چی هست؟ درست؟ اما لذت های بسیار کلان کلان آمدن مطرح کردن. لذت های ریزه ریزه مشخص است ولی لذت های اصلی آمدن مشخص است. بزرگترین لذت برای از اونا دوستی یا رفاقت بوده، فرندشیپ. به مخاطر دو باغ با هم به حیثیت همگی بسیار دوستانه زندگی میکردن. درست است؟ و نظر اپیکورمی هست، میگه اگر شما یک همکلام نداشته باشید زندگی نمیرسه، به زیستن اصلا نمیرسه. تنها غذا خوردن بیهوده است، لذت بار نمیاره. غذا خوردنی لذت بار میاره که با یک کسی دیگه باشه. درست؟ پس اوج لذتی هست که ما در یک جمع باشیم، با یک نفرای دیگه باشیم.
نفرایی که با ما هم کلام هست، هم نظر هست، هم مسیر هست. با مخاطر دمو باغ با هم جمع میشن، همه یک رقم هستند. درست است؟ پس اوج لذت همچون چیزی است از دیدگاه اپیکوریان، برخلاف تصوری که معمولا ارائه میشه. این مهمترینش است. و گپ اپیکورمی است اگر ما با کسی رفیق نباشیم، هم مسیر نباشیم، ما در حقیقت از انسانیت خروج کردیم دیگه. درست است؟ چیز دیگه چی مهم هست که اینج بزمه دیگه بسیار اخلاقی میشن، میگه مهم اینی هست که ما بتانیم لذت‌های خود محدود کنیم. محدودیت pleasures، limitation of pleasures. خب اگر ما این کار نتونیم، ما اسیر باقی میمونیم و او دیگه باز لذت به بار نمیاره. ما باید بتونیم از بعض لذت ها گذر کنیم و لذت های دیگر هم به شکل محدودش بپذیریم. درست؟ پس مکتبی که دنبال لذت هست آخرش به اینجا میرسه که میگه لذت نباید دنبالش گشت، یا به شکل بسیار محدود حداقل دنبالش گشت. خب مسئله دیگه ایشی که هست، ما چطور از رنج دوری کنیم. خلاص مگه اگر ما بتانیم لذت‌های خود محدود کنیم، لذت جویی را محدود کنیم، رنج خود به خود کم میشه. امکان داره در حدی برسه که اصلا دیگر رنج در کار نباشه. یک بحثی دارن، یک نقل قولی هست، میگه اگر شما بتانین از لذت گذر کنین، از رنج هم گذر کردین. یعنی گذر از لذت خودش در عین خود گذر از رنج را هم داره، چون لذت است که بعد خود رنج میاره و اگر شما دنبال لذت زیاد افراطی نگردین دیگر رنج هم در کار نیست. درست؟ با مخاطر خودی اونا برخلاف چیزی که گفتم میشه زیاد چی نبودن، اهل افراط نبودن. درست است؟ بعداً طبعاً وضع تغییر کرده، ولی خب تا زمان خود اپیکور بوده چنین چیزی نبوده. خلاصه همین چیزایی که اینجا گفتم میشن همین چیزا کاملا تطبیق میشه. خب مطابق از اینکه اینا زندگی عمومی خلاصه دور بودند و از جامعه دور بودند، سوالی هم میخیزه که ما بحثی هم پیشنهاد میکنن خود اپیکور که ما باید تا حد الامکان در جمع کمتر باشیم. هر قدر جمع ما کوچکتر کمتر، اما قدر لذت بیشتر و درد کمتر است. درست است؟ پس هم باز با مو راستای نظری کلیشان است که از اجتماع دورتر باشیم. خلاص ولی میمانه اینجا دو سوال بسیار مهم. سوال مهمی است که مرگ چیکار کنیم. خودش یک درد کلان است، یک رنج بسیار، یک دغدغه بزرگ است. و دومی که اگر خدایان دخالت کنه چیکار کنیم. درست است؟ چون در دیدگاه جهان بینی یونانی دیگه تقابل انسان و خدا هست. اپیکوریان من دو بحث در دو بخش خوب نظارت میتن. در بخش خدایان نظر از ما چیست؟ میگن خدایان موجودات ازلی ابدی یا نامیرا هستند که در بیرون از جهان ما و شما، نه بیرون از هستی، بیرون از جهان ما و شما زندگی کردن، هیچ کار در کار ما و شما نداره. اونا مصرف خود نخیر، بیغم باشه نزد لحاظ، هیچ کار داشت من نداره. اونا مصرف خود نخیر.
پس از دخالت خداوندان، از نقش داشتن خدایان در زندگی خود بیغم باش. اونها دشمن کار نداره. نیست اینجا مسئلهش حل است. و طبیعتا دیگه در جهان یونانی ما جهان دیگه هم نداریم دغدغه زو باشه که والله خب اگر این شد اون جهان چرا؟ اون جهان دیگه نیست، که زندگی دیگه خلاص دیگه خلاص است. مسئله دیگه شما خب که میگم مرگ چه رقم؟ یا گپی هست که بعدها رواقیون هم از اینا میگیرن و میگن، میگه تا زمانی که من زنده هستم خب مرگ نیست، زمانی که مرگ آمد خب من نیستم دیگه، خب من چه ترس بخورم؟ ترس از چی باشد؟ درست است. تا زمانی که هستی خب زندگی کن. وقتی که مرگ آمد خب نیست، تو خلاص دیگه، تو خیلی نیست دیگه، او دیگه ترس زره دیگه. پس مرگ چیزی وحشتناک نیست، چیز ترسناک نیست. مرگ نمی هست که تو از زندگی خود لذت نبری. امکان داره در حالی که داره اکسیژن از ضایع کردی هستیم زنده نباشی. درست؟ پس مرگ چیزی وحشتناکی نیست، چیزی ترسناکی نیست. مرگ فقط زمانی ترسناک میشه که شما زیست نکرده باشین، زندگی نکرده باشین. اگر زندگی را به معنای واقعی انجام داده باشی، هپینس را تجربه کرده باشی، دیگه مرگ اصلا معنا نداره، مشکل نداره. درست است؟ پس بچسبین برای زندگی، بچسبین بر حال، لذت ببرین، زندگی کنین، خوشحال باشین تا که هست. وقتی رفتیم خلاص است. درست است؟ پس پاسخ اپیکوریون هست در مورد دو مسئله. چند گپی دیگر هم صحبت کنیم، بعد بریم در مورد بعضی انتقادات شده یا میراث که از اپیکوریان برای ما مانده. خلاصه اولی هست که اپیکوریان درسته که در باغ میششتند، ولی او باغ میتونه سیطرهش تا قلمروش تا کل جهان هم در بر بگیره، در صورتی که در چارچوبی دوستانه باشد. قانون اپیکور رفاقت هست، دوستی هست. درست است؟ پس دروازه اونا باز است برای همگی، در حالتی که بخواین دوستانه پیش برن. درست است؟ همه پذیرن. با خانمام دوره مشکل نداشتن، با برده ها مشکل نداشتن. پس یعنی همگی رو میتونن به خود بپذیرند. ولی یک مشکل بسیار بزرگی که داره، مشکل اساسی که هست که از مکتب اپیکوریون از فلسفه بیرونش میکنه، بعضیا نظرشی هست، اوی هست که اونا بچه باور داشتن که اینی رقم چیز هست. درستن؟ مثل ارسطو نبود، دنبال تجربه باشه، چیزای نو بیاموزن تبدیل کنه روز. خلاصه درست است؟ از اونا مثل ایدئولوژی بود، ثابت داشت. خلاصه مثال اعلایش در جهان امروز که ما فعلا نداریم، چند سال پیش بود، خلاصه جناب اوشو بود. درست است؟ که او هم همچون نظریه داره. خلاصه هرچند بیشتر رواقیونه، ولی خب همچون بحث است. خلاصه حقایق هست، شما حقایق درک میکنین، میفهمین، بعد از مطابق اون عمل میکنین. دیگه لازم نیست شما چیز بخوانین، چیز بفهمین، چیز تبدیل شه. خلاصه یک ثبات منیزو هست و اون ثبات سبب میشه که دیگه نتون رشد کنین. درست است؟ از این لحاظ خیر از فلسفه جدا میکنه، چون فلسفه دیگه معنیش ثبات نیست. شما هر لحظه در حال آموزش هست. ولی در اپیکوریسم چیزی نیست. درست است؟ اپیکوریسم بیشتر دنبال عمل است. زندگی کنین که زندگی خوش بگذره، زندگی با هپینس باشد. درست است؟ دیگه از دنبال این اصول است، ما بگیرین، ما عمل کنین، دیگه خلاص است. دیگه لازم نیست موقع دنبال چیز دیگه بگردین. با خاطر زیاد اهل تغییر نیست، زیاد اهل بررسی نیست و در نتیجه از فلسفه هم به نظر خیلی ها خارج میشه. یک نقد که در مورد چی هست از اینا هست دیگه شی، در قرن 17 یعنی بعد از 1600 یک فیلسوف فرانسوی هست به نام گاسندی. او آمد خواست که امی اتمیزمی اپیکوری رو دوباره احیا کنه. درست است؟ نه اتمی دموکراتیسه، اتمی نظر اتمی که اپیکوریست داشت، خلاصه احیا کنه. بعد نفر دیگه هم بود اونا بس رفتن دنبال نظر اتمی دموکراتیسم. خلاصه
ولی در مقابل از این بس رنه دیکارتس که هم یک فیلسوف فرانسوی هست و در مورد یک روز بحث خود داشتیم، او میاد سر از اعتراض میکنه. اعتراض زو بر چی هست؟ مطابق نظریه دموکریتوس و اپیکور که هم اون نظریه گرفته، هستی متشکل از دو چیز است، اتم ها هست و خلا. درست است؟ ما اتم داریم، خلا داریم که اتم ها در خلا در حال حرکت است. دیکارتس با این مخالفت میکنه، میگه در خلا امکانی شور خوردن نیست. ما خلا نداریم. اگر خلا باشه یه چیز نباشد، خیلی شور خوردن دیگه جای خمو نبود. یکی همه چیز در جای شور خوردنی هست، به این خاطر است که اونجا ما خلا نداریم، یک چیزی هست، ماده هست اونجا. ولی در فضا مثلا اینجا خب اکسیژن هست، اگر نباشد ما گپ میزنم خب آواز بر نمیشه. این نمیشه شور نمیخوره خلاص اگر خلا باشد. درست است؟ پس این نظریه اتمی را جناب رنه دیکارتس رد میکنه زمانی که اون نفر دیگه فیلسوف فرانسوی میخواسته دوباره احیا کنه. دیگه‌شی در قرن 19 1800 یک فیلسوف دیگه به نام سیجویک آمد گپ زد که اگر ما و شما دنبال لذت باشیم، درست است، سبب میشه که ما لذت از دست بدیم، چون جستجوی یک چیز خودش رنج‌آور است. اما که شما چیز دنبالش میگردین، این خودش در حقیقت فدا کردن لذت است. شما آرامش خود لذت از دست میتین برای اینکه آرامش به دست بیارید، لذت به دست بیارید. مثل از این مونک والله شما امروز بیکار هستین، میگه خب امروز خوب روز است، بریم جای خوب آرامش پیدا کنیم. موتر میگیرین زور زدمون رو دتون زیارت 4 ساعت 5 ساعت برو، 4 ساعت 5 ساعت بیا، آخر شب وقت آرام نیستی دیگه. نظر از این میگه نظری اپیکوریان هم چون چیزی خلاصه میگه شما لذت ببرین، دنبال لذت بگردید. ما برم دنبال لذت بگردم، این خودش مرا همون لذت مرا آرامش مرا در به هم زده است. ما هر جا دنبال لذت گشته است، خودش خلاف در پارادوکس است. مسئله سومی که مطرح میکنه از دیدگاه اخلاقی هست و این میگه که خب اگر شما میخواین که انسان ها لذت ببره، پس همگی باید لذت ببره دیگه. درست است؟ آیا دشمن شما لذت ببره؟ رقیب شما لذت ببره؟ اگر میگین نه او لذت نبره، اخلاقی نیه. اگر او لذت ببره، لذت بودن از با سبب رنجش ما میشه. بس نمیخونه خلاص. درست است؟ یکی انتقادات تا چه حد وارد هست و تا چه حد درست است وش میمانیم به شما، ولی این بحثایی بود که در مورد اپیکوریان افرادی داشتن. خلاص. بله خانم تیموری. گفتیم در قسمت مکتب اصل گفتنی بود که در جمع بودن خودش لذت است. آره. جمع خارج باشه دیگه چیزی نیست. بعد گفتم که بیشتر گفتیم که نهایت سعی کنید که حلقه ایجابی خود خورد کنن. یعنی هر چه در جمعی کوچکتری باشن بیشتر لذت. آره. این تو جمله بخون تمرکز نداره. ببینید هم جمع باشه هم نباشه. جمع باشند، ولی منظور از جمع چه رقم است؟ درست است؟ جمع اپیکوری گفتم بر مبنای صمیمیت هست دیگه. درست است؟ خب ما از لحاظ اخلاقی، از لحاظ روانی نمیتونیم با همه جهان دوست باشیم دیگه. درست است؟ و بحث اگر چه وقتا نبوده، ولی فعلا از لحاظ روانشناختی بحث شده که ما انسان ها در طول عمر خود، نه همزمان، در طول عمر خود حد اکثر با 150 نفر واقعا صمیمی میشیم. یعنی معمولی ما ظرفیت انسان ها همی است که در طول عمر خود با 150 نفر صمیمی میشه. دوران طفولت با چند نفر همسایه یا شناس از خلاصه، دوران مکتب با همسنفه مکتب، از دوران دانشگاه با دانشگاه، از بعد از با همکار است، بعد از با چند همسایه. همین رقم در طول عمر خود حد نرمالش، حد وسطش با 150 نفر صمیمی میشه. پس ما در عین زمان در بهترین حالش بتونیم با 20 نفر 30 نفر صمیمی باشیم. از بیشتر نمیتونیم صمیمی باشیم. از بیشترش تظاهر است. خب این بحثا دو وقتا نبوده، ولی طبیعتا اونا درک میکرده چون کلی تمرکزشون سر مسائل بوده که مثلا من نمیتونم همزمان با تعداد زیادی از افراد صمیمی باشم. پس به او گفتم که اگه شما بتونید واقعا اون لذت واقعی را بچشین، یعنی شخصی که با بودن از او واقعا لذت میبره، اما که میبینین اما دیدنش وقت شما رو انرژی میده، که چه هم کلام بشن اما شنیدن صدای شما رو انرژی میده.
میتونیم که از بارها سالها و سالها و ماها صحبت کنیم خسته نشیم. رقم نفر بسیار کم است. پس شما اگر میخواین اوج لذت تجربه کنین دایره خودت محدود نگاه کنین. درست است؟ جمع هست ولی جمعی خوردی که بتونه اون تجربه‌ای که مورد نظر اپیکور هست او رو بتونه تجربه کنه. که اوج لذت اونمو هست. تک حل شد جناب عارفی؟ نه نوبت از خیر است باز خانم سروری هست باز خیر است. بفرمایید. شما گفتیم که منطق ارسطو میده که یک سری تصدیق‌ها و بدیهیات وجود داره که مثلا نشون بده یک جمع یک هر انسان شعوری میگه که یک جمع یک دو بشه درسته؟ بله. من میگم که چون من که بیشتر باب دکارت قبلا خوندیم دکارت است یا کسایی که به دکارت نقد میده یک جایی میگه که اینا باشه برای مثلا یک جمع یک میشه دو تو خودت را چگونه ثابت کنی که وجود داری؟ من یک مثال صد که اینی چیه خلاص چطور وقت دکارت می‌بینی دارم که تو خود رو اصلا نمی‌تونی درست ثابت کنی چطور ارسطو میگه یک جمع دو میشه. خب ببینین اولا که میانی ارسطو جناب دکارت که دیگه فاصله تقریبا 2 قرنی است. صحیح است؟ جناب ارسطو قرن 4 قبل از میلاد است و دکارت قرن 17 میلادی است. تقریبا 2000 سال میشه. ولی بیایم سر از این صحبت کنیم که خب بدیهیات اولیه چه رقمی است. ما امروز در جهان مدرن حداقل مسائل ریاضیکی را بدیهیات اولیه قبول داریم. باشه من چیزی درست کنم مثلا نمیگم یک جمع دو میشه نمیره باور کنید من مثلا من خود سوالش شاید میگم شما شاید مانو سروری این میره پذیرفتیم از مکتب یعنی واقعا ما پای نبودیم یک جمع کجای شروع میشه ما فقط از مکتب یاد گرفتیم برای ما خود یک جمع دو میشه. ببینید بدیهیات ریاضیکی mathematical صحیح است؟ mathematical intuitions بدیهیات ریاضیکی را فعلا همگی قبول داریم هرچند بعضی پست مدرنا از مشکل داره ولی در مدرنیته کس از مشکل نداره. یعنی تنها چیزی که خدشه‌ناپذیر در دوران مدرن ماند ریاضیات بود. درست است؟ او را همگی قبول داریم که 2 + 2 4 هست. این را همگی سرش توافق دارن که از این کسی مشکل نداره. ولی دیگه مسائلش سرش اختلاف خسته. بیاییم در مورد از اینکه شما میگین که جناب دکارت ما در سر سوال کرده که خب ما اصلا هستم یا نیستم. درست است؟ این سوالات بسیار مدرن هست. ما در دوران ما قبل مدرن اصلا با این سوالا مواجه نیستیم. درست است؟ حتی اپیکوریا و رواقیون که بسیار در مورد انسان اندیشیده، دغدغه‌اش خود انسان بوده، فرد انسان بوده، حتی مثل اپیکوریان که مرکزش خود فرد است. از دیدگاه مطابق دیدگاه اتمی. اینا هم در مسئله صحبت نکرده. نخواسته که شخص اثبات کنه، فرض گرفته وقت پیش فرض است که انسان هست. یا مثلا در مورد چی بخوای بحث کنه؟ اختیار انسانی، جبر انسانی چیزا مثلا قابل طرح نیست. مسئله کلا نو است. مسئله جبر اختیار مسئله بسیار نو است. یکی خود چه رقم اثبات کنیم قانون سرش بحث است. مثلا جناب دکارت فکر میکرد که ما ثابت کردیم که چون ما فکر میکنم پس ما هستم. ولی خب ایرا خیلی های دانشمند قبول ندارن. میگه امی کی فکر میکنه که ما میندشم کی فکر کرده که من میندشم. خب دیگه این نظر هم کس قبول نداره و تا هنوز هیچ فیلسوفی نتونسته واقعا ثابت کنه که ما هستیم. هنوز بودن ما در حال در شک است. بالاخص دیدگاه ایدئالیستیک بس بخی واس خراب میشه خلاص. درست است؟ اگر بسیار عمیق بخوایم فلسفه پیش بریم او وضعیت بسیار بحرانی میشه. ولی همچون قضایایی برای جناب ارسطو اصلا مطرح نبوده که بخوای پاسخ بده. او پیش فرض میگرفته وقت. ببینید ما هر وقت میخوایم سر یک چیز بحث کنیم پیش فرض میگیریم وقت دیگه. ما بدون پیش فرض هیچ کار کردن نمیتونیم دیگه. هر چیز وقت ما میگیریم پیش فرض های هست. ولی گپی نیست که پیش فرض ها کمتر باشه و پیش فرض ها مورد وفاق باشه. بعض وقتا 2 نفر با هم صحبت نمیتونه چون پیش فرض های ما به پیش فرض های شما نمیخوانن. اون مشکل هست. ما زمانی میتونیم با هم تفاهم کنیم، با هم مباحثه کنیم، بحث کنیم که اون پیش فرض های ما قابل قبول باشه. درست است؟ و هر جایی که ما هر کار میکنیم، هر گپ میزنیم مبتنی بر خیلی از پیش فرض ها هست. بی پیش فرض هیچ چیز نیست خلاص. و در جهان ما قبل مدرنی که انسان وجود داره، یک انسان مثلا اختیار داره و نمی‌فهمی که اینا کلا پیش فرض گرفته بدن خلاص. خیلی مسائل دیگه نه پیش فرض است. بله. در خود
شخصی اپیکور گفتن که قبل از دور بودن از شهوتن بایستی درباره گوش قبلا چگونه بود؟ ببینین قبلا که ما با دیگر نفرات طرف هستیم، با ارسطو، با افلاطون، با سقراط، محوریتشان فرد خود یونان هست و بخی آتنیه. درست؟ بالاخص اگر سقراط بخوایم بحث کنیم تمرکزش کلا سر آتن است، خصوصا دیگه جای کاری نداره، چون اسپارت بخی مخالف از ماست، بخی دیدگاهش فرق میکنه. سقراط هم با اسپارت مشکل داره بخی. ولی اپیکوریان من همه را میپذیرن، دیدگاهی کاسموپولیتان دارن، جهانی دارن. درست است؟ محدود به این نیست که فقط از آتن باشه، فقط زی باشه. دلیلش این نیست که اینا بسیار آدمای پیشرفته بوده و اونا بسیار آدمای پسمانده بوده. دلیلش بوده که دوره‌ای که اینا اوج گرفته اصلا دیگه چنین چیز وجود نداشته. اصلا دولت شهری به نام آتن اسپارت نبوده. اونا کلا از بین رفته بوده. ولی اونو بودن در آسیای صغیر بیشتر آماده ساخته که بتونه از اون مرحله راحت عبور کنه. بعض وقتا هست که انسان یک مرحله عبور کرده ولی انسان عبور نکرده، انسان تا هنوز در مرحله گیر کرده. مثل که هنوزم خیلی های از ما شما هنوزم خواب پهلوی دوره جمهوریت اشتراکی هستیم. درست است؟ اون دوره گذشته ولی ما انسان ها هنوز گیر ماندیم. درست است؟ ولی اپیکور تانست خیلی راحت از او عبور کنه چون اصلا دوره وابستگی نداشت. پیدا شده بود در ساموس همون کلان شده بود، دیگه اصلا وابستگی با آتن و با دولت شهر آتن چون نداشت که به دو گیر بمانه، خیلی راحت عبور کرد. تشکر از توجهش.